سلام علیکم. به کانتی الامیدا خوش آمدید. ما بسیار خوشحال هستیم که شما را در اینجا با خود داریم و شما را خوش آمدید میگیم. من فیصل اسمتی هستم. درست مثل شما در سال 2017 با خانواده‌ام از افغانستان به ایالات متحده مهاجرت کردم و همین روندی را که شما در حال حاضر تجربه میکنید طی کردم. شخصا خودم کانتی الامیدا را مکان عالی برای شروع زندگی جدید خود یافتم به دلیل فرصتایی که در اینجا برای همه از جمله مهاجران وجود دارد. من تحصیلات عالی خود را به سطح ماستری در رسانه‌های ارتباطی به دست آوردم. به یاد داشته باشین جوامع با پناهندگان قوی‌تر و پرجوش‌تر می‌شوند. بنابراین میخوام به شما بگویم که شما هم مثل بقیه مردم به اینجا تعلق دارید. در کانتی الامیدا منابع وجود دارد که شما را کمک می‌کند تا زندگی خود را دوباره بهتر بسازید. می توانید بسیاری از این منابع را در وبسایت newcomerswelcome.acgov.org بیابید. از جمله معلومات درباره دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کمک در بخش کاریابی، منابع مراقبت از کودکان، مسکن و موارد دیگر. اگر در ارتباط به این برنامه‌ها کمک نیاز دارید، می توانید با ایمیل آدرس team@the5pillars.org به تماس شوید. دفتر ما در بخش اسکان مجدد پناهندگان به طور رضاکارانه کمک می‌کند. ما شما را کمک خواهیم کرد یا شما را به شخص مناسب راهنمایی خواهیم کرد. ارگان 5 پیلرز متشکل از اشخاص رضاکاران محلی می باشد و به شما کمک می‌کنیم تا در وبسایت تازه واردان معلومات نیاز را به دست آورید. ما اینجا هستیم تا به شما راهنمایی کنیم در جامعه خود موفق شوید و در صورت نیاز شما را به سمت فرد مناسب راجع می‌کنیم. از اینکه کانتی الامیدا را مسکن جدید خود انتخاب کردین از شما متشکریم. با آرزوی موفقیت شما.